من یه پیشنهاد دارم واسه شبکه من و تو که میگه اسپانسر مالی نداریم و شرایطمون سخته و میخوایم شبکه رو تعطیلش بکنیم. من شخصا طرفدار شبکه من و تو نیستم، اما خب منم مثل بقیه ایرانی‌ها این شبکه رو دنبال کردم، به ویژه برنامه‌های مستند علمیش، اما از بخش سیاسی و تحلیلیش زیاد راضی نبودم. اما یه پیشنهاد دارم، نظرتون رو بگید ببینم که شما همینطور فکر میکنید یا نه. من پیشنهاد میکنم که این شبکه میتونه حق اشتراک و عضویت رو فعال بکنه، یعنی که ما برای تماشای این شبکه کسانی که خارج از کشور هستیم ماهیانه حق عضویت بدیم و این شبکه رو ببینیم. اما یه شرط داره، یعنی هر یک ماه توی بند اول قرارداد باید ذکر بشه که من به عنوان یک مشتری و بیننده حق دارم که قراردادمو فسخ کنم و دیگه پرداخت نکنم و عضو نباشم و حق اشتراک ندم و این شبکه رو نبینم. این دو مزیت داره، یکی این که برای من برنامه هایی رو که دوست دارم دنبال میکنم، اگر این شبکه اونا رو ارائه نده خب دنبال نمیکنم، و این که برای داشتن یک شبکه مردمی با سلیقه مردم برای شبکه من و تو خوبه که اون چیزی که مردم میخوان رو ارائه بده. ما ایرانیان خارج کشور اگر تمایل داشته باشیم میتونیم این حق عضویت رو بدیم مثل شبکه‌های خارجی دیگه که داریم پرداخت میکنیم و تماشا میکنیم. من این ویدیو رو حتما واسه یه شبکه من و تو میفرستم ببینم اونا اصلا پاسخی خواهند داد یا نه. شما مگه دوست داشته باشین نظرتون رو بگین یا خودتون ویدیو بذارید و بگید که آیا این درسته یا نه.